منطقه جنوب کشورمون و رقابت‌های لیگ عالی فوتبال کشور در حاصلات هنرنمایی میکنه. صدای هشتکی داور از آغاز این رقابت درک میدهد. بیا توجه میکنیم به ایت دسته ها شروع میکنیم. ایت دسته حاصلات رو در بازی مزاحم حاصلات که در زینه نهم جدول مسابقه قرار دارد و 15 امتیاز گرفته است. این بازی اهمیت خیلی کلان دارد و حالا فرصت برای رودولف پاتریک زینالدین رحیموف معلوم میشود که حالا خیلی در استراب است میدان. پس با جریمه‌گاه تیم حاصلات فرصت بود و Аянвали Олалова نتوانست در این وضعیت موفق شود و باز هم حمله نوبتی دسته روشن از کنار راستی میدان یک پرتاب و گل در دقیقه هفتم رقابت. اянвали Олалова توانست دروازه دسته حاصلات را رخنه کند. امکانیت فوتبالبازان تیم روشن استفاده بردند. پرتاب سیاد کاووسشو با جریمه‌گاه دسته حاصلات و اянвали Олалова توپ را با سر به دوران دروازه روان کرد. بازیگران تیم روشن فرصتی بسیار خوب ضربه و این شریدین بابایف بود. ضربه رو دلیر عزیزوف برگردونید که گرفته شده است و همه شما دعوت میکنیم. ولی اشتباه از جانب شادی مرادوف. پس به جریمه‌گاه فرصت برای پاتریک رودولف و یک ارسال دیگر اما نتیجه پایان یافت. فرصت برای دسته روشن اянвали Олалова و اجرا کردن نتوانید ضربه رو. حالا به توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای پرتاب سیاد کاووسشو. فرصت برای بابایف ولی امکان یک موقعیت خوب هم هست برای حاصلات. پرتاب سونگ امکانیت برای پاتریک رودولف و یک به یک میبراید. دوستان عزیز با نگاشف شادی مرادوف پس انجام میشد با اянвали Олалова. فرصت برای این بازیگر پس انجام میشود ولی دومای حمله دسته حاصلات جوزف اکومادی. فرصت برای حاصلات و چگونه این امکانیت هست. جوزف اکومادی ارسال تو بسیار خوب. حمله دسته حاصلات یک پرتاب دیگر و ضربه اسلام زایروف یا محمد شریف بود. محمد شریف حمله ادامه میکنه از جانب فوتبالبازان دسته حاصلات. یک فرصت بسیار خوب اما ارگاشف و ضربه او دالیر عزیزوف این حالت را رفت کرد. سربان غیاسوف و بعداً حالا بیاید یک وضعیت خوبی گلزنی برای تیم حاصلات و سرمربی دسته روشن ادامه حمله حاصلات و یک فرصت دیگر اینجا حمله با پاس ها تامین کنند حملهگران رو و ادامه حمله دسته روشن خوبتر شود. این فرصت برای حاصلات و چگونه یک امکانیت خوبی گلزنی حالا عکس حمله دسته حاصلات. عبدالله لطف اینجا از حرکت‌هایش معلوم است که خود بازی ویران شده است و شریدین بابایف میتواند یک به یک وارد با دروازه‌بانی دسته حاصلات. ضربه شریدین و گل. حساب 2-0 دقیقه هم سرعت گرفته است. همون لحظه که قبلا بازیگری دسته حاصلات از پای افتید همین لحظه رو داور میبیند و به نظرم گل رو بکار میکند. بله گل رو بکار میکند و حالا الوقت در خطر. حالا یک ضربه و گل. حساب 1-1 دقیقه 67 رقابت. جوزف اکومادی با هنرنمایی کرد مقابل بختیار خورشید حرکت کرد و توپ را به کنج دروازه گریتسی. حالا با توپ فوزان دسته حاصلات یک عکس الحمله دیگر جوزف اکومادی. بیا توجه میکنیم اما پس دقیق و خوب انجام داده نشد. با این فوزان دسته روشن یک موقعیت بسیار خوب ولی تو ولکه از فریدون شریفوف هم اینجا قرار داد ولی ضربه اسلام زایروف و گل. و ببینید کنجی دروازه دسته روشن را نشان میگیرد. اسلام زایروف و حساب را 2-1 میکند. حد و کنار ندارد. ضربه بسیار خوب و میدونید با یک حالت اجرا گردید که دروازه‌بان روشن ادامه حمله دسته حاصلات. فریدون شریفوف پس انجام میشد با لونژ سونگ اما این چیز ضربه بود که لیگ انجام دیدن. مخصوموف در داخل جریمه‌گاه چند نفر علیه قرار دارند و فرصت برای روشن. یک پرتاب خیلی بلندی و امکانیت برای تیم روشن. امیرجان سفارов اومن پرتاب مخصوموف امکانیت برای روشن و گل. حساب 2-2 در دقیقه 91 رقابت. 15 با میدان وارد میگردد. ببینید چگونه ضربه را سربان غیاسوف خوب اجرا کرد. مخصوموف پس سیاد کاووسشو بود ادامه حمله دسته روشن و چگونه فرصت
برای تیم 5 دقیقه ایلاوه کرده داور پایان یافت و صدایشتکی داور عبدالله دولتов از فرجامی بازی دسته های حاصلات روشن درک میدهد و نتیجه همین شد که مساوی دسته های امتیاز را بین خود تقسیم کردند. گزارش ما رو با پایان میرسانیم از بازی دور 16 چمپیونات مملکت میانی دسته حاصلات و روشن. بابا خلمازاده با جمع همکارانمون بودیم که این گزارش رو برای شما پیشکش کردیم و از بازی دسته های حاصلات روشن حلاوت بردیم.